پورا 10 روز دیگه بمونده. 10 روز دیگه مگر خوب تمرین کنم. آخر ترکیه به خیلی خوشی که برم شهر استانبول. فکر کنم که فعلا ما به سر استیجم. میروم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خویش به خدا مرا میبرن از شهر شما دل شوریده و ویرانه خویش به خدا غنچه شاده تو هم دست عشق آمد و هر شاخم چید میگم گیلا بیا خیلی خودم کم تمرین کن که بفهمم آخه 10 روز دیگه کجایی؟ بیا اینجی بهار من هزار بیا این کم خودم تمرین کنه دیگه 10 روز دیگه بمونده به خیلی خوشی به کنسرت من بگیم میرم شما بگیم فکر کنین که چیزه یار همین قومو ما همین تحصیل و به خیلی هم که چی بگم چری؟ همین ماما نوروز هم میگم چری؟ هیچی تو زن خود رای میکنی به خارج رای میکنی اونجا میره کنسرت میده ما گفتم خب پول میاره چه کار میشه هنرمنده نه زن تو سیکو آره دنیا رو به پیش رفته بابا برو دنیا به پس نیه خب خب یک خوندن من بخونم فکر کنم من خوندن احوازایی رو میخونم خب خوندن چی میخوندم فکر کنم برم یک خوندن احوازایی رو ما بخونیم از غمت ای نازنین عزم سفر میکنم قبله خود بعد از این سوی دیگر میکنم تا نخورد دیگره باز فریبی تو را در همه جا از غمت قلقل سر میکنم سیکو خوندن ها همه زایر خدا بیامرزه همه زایره هر کس خوندن نمیتونه زن تو خوندن ها ساده بخون نه من خوش دارم خوندن محلی نمیرد همه زایر یله کن نمیتونین خونده هر کس همه زایر خوش دارم خوندن همه زایر بابا جان تو گپ مرگوش کش انا مثلا بگیم سبب کن من خوندن راسته ساده بخون که راحت ترم میتونی بیا که بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان اندر مزار سخی و شای مردان ددن 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 سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا یا شای مردان دل ناشاد ما را شاد و آفرین آوا باشه ما بریم چیز میز بیارم سب کن برو بیتا بخون تمرین کن آفرین شهر چی؟ یادم من این خوندن معلوم به یاد نمیگیرم آخه چی بخونم ایره مثل خوندن احمدزاهر من خوش دارم میخوندن معلی بخونه ای خدا بهار من ماستم خوندن احمدزاهر رو بخونم بیا باره من از احمدزاهر گرفت سکو آنه گوش کن دقیقا خوندن معلی سکو تبلیغ هم خوبی آورده گوش کن تا به صد ناز و اداموی خودشان نکدی مرا دیوانه کدی تا به صد ناز و اداموی خودشان نکدی مرا دیوانه کدی ای سلسله بلگ درختان گلکه
آزرده شده جوری تو جانان دلکم پرواز کنم روم به ملکی دیگره پرواز کنم روم به ملکی دیگره پیوسته شده به یک مسلمان دلکه گپ دراز نکو این همه ناز نکو وا 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 اشباه ساز نکو گپ دراز نکو وا 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 آمدم پشتی در چراغ کش می سوزه عرقچین می دوزه آمدم پشتی درش چراغ کش می سوزه عرقچین می دوزه آنقدر در زدم در مریم تمرین تو میکنی من بخورم سر کردم من تمرین کن بخون همین تا محلی بخون چی بخونم بسکیم که بیاد خب بیارم بابا سر استیج می چه کار کنه اشته من خوندنم محلی میادم نمه میگه خوندنم محلی بخونه خدا تو که شهر معیان خوب چیزیه تو که لکه نگاه که زن خوده میکنه برو کنسرت به آلمان پیار تو کنسرتی بدی و مدر تو که تو بری زن تو بری خجالت هم نمیکشم به جور باشه بسته دگه باشین جانجل کجا میگی کجی جان بفرمایید بیایم خونه بفرمایید یا الله بیا گاه هست تو کی رو میپوشه بیا چی عجب کجی که اول مار گرفتی کجی جان از ما عجبیه بشی باشه برون چای هم تو بیارم نمو چای بشی ها بشی کار دارم بشی باشه یک پیاله میارن دیگه دیونه وای 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 اینا کاره که اینا کردن این کارا کردن که اینا میکنن نماستم چای بله دیگه چای برارم دیگه چای خوردنه خیلی بینی خوردنم از چایه میگم ها مازم یک گپ کاش که من یک اشتباهی بکردم چه کار کردی؟ به تو هم حداقل یک پاسپورت چیزی تیار میکردی که تو هم قرار که دیگه خودی چیز بر میخستی میرفتی خودی لیلا بر میخستی میرفتی قرار که دیگه با آلمان همه جگاه قرار که دیگه کنسرت داره انا با یعنی این کار خوبیه که اونا برن به تا کشور مردم به آلمان کی کار خوبه؟ همی که میزن خوره کنی به ترکیه کنسرت داره انجام ده عزیزم زن ما هنرمند خوننده دیرو پره رو پیش پره رو هفتش روز میشه ما اینجا تمرین میکنیم تیاره یک دل میگه برو یک دل نگه نرو تخمر دونی داری پیا میشه شما ایتا بخونی حالی فیلان دونی داری پیا شما ایتا بخونی تخمر کمچین میشه مگر دونی پینجری بیا بخونی یک تخمر دی چاره؟ همینا خوندن شما میکنی هم کنسرت چیزیه که ما زن خوره کنیم به او مملکه دلار میاد دلار میاره آخه با ما این شما افغانا نه که زن آدم بره کنسرت انجام ده بره به کشورها بابا شکم خورسیر کن اینایی که میگم ننگ و چیز شکما خورسیر کنم بفهمیدی؟ کجا پیارم ببویم مامایم کاکایم هرچی که میگو نمایم برو تو زن با هنرمند خوندن میکنه
ای بی آماده فکر کنم تمرین دارین. ای بی آماده که کجیر خان خب که لیلا چرا میره به ترکیه کنسرت میده با ما بعده. خوب کار میکنم میره. ما گفتم هنرمنده میره اونجا پول میگیره کنسرت داره به هر کشور دعوت کنم میره. دیگه تو فقط پول شماره کن. تو چی کار داری؟ میخی کار خوبی میکنی. خیلی هم کار خوبه. بالی خو افتخارم بکنی. افتخار میکنم. بالی خو گلم پاش میدم. خیلی هم بیترین کاره، بیترین وظیفه. فعلا به این دور زمان فقط پول بگی. شما دانشجوها که به گپ نمیفهمه. ما مگر خودی خسور شما گپ زنم. صعب بکنی. من میگم تو خودی پیار مگه بیتر. یعنی به من میگه نرو فقط اینجی روستاشم خودم تمرین میکنه این میگه برو تو میگی نرو. شما گناه شما نیست. شما خیلی به سر خوش شدی. نه فقط یک خسور هم تو با من تیار شدی، یک پیاری هم تو با من تیار شدی که نرو. شما دیگه هیچی سر شما ازم بیخی دیگه گردن با من ماشینیه. دهن شهر بسته میشه مدت دهن مردم بسته نمیشه. بفهمیدی؟ خود او دختر من اجازه داره که برای کشور خارج به خود کنسرت بده. با مردم چی مربوطیت داره؟ میگم مردم حسودی میکنن بابا. بله کجی؟ بله میگون کاکا جان تا با همسرا گله که اینا یک دفعه بیاین به شما کار دارن. خیریت بیام سرا گله. خانه میه خداحافظ. من نمیفهم با کجی چی مایی. من کجا؟ من سرا گله چرخه. قصور شما که چی میتا خسور خود شما اجتماعی زن خوب داریم برای کشورها رو کنسرت بده. به پیار خجالت نمیکشی. نه شهر بایا نداری. شما غیرت نداری. غیرت بدی شما که وخه برا وخه میگو شما غیرت دارا به کجا رسیدین؟ وخه برا بسرخ وخه تو نکن وخه به تو میگم چایا بودی وخه به تو برو وخه برا چایا شما دیشه برو خسور من برو کاکا برو فضولی نکنی به زندگی مردم. یعنی فضول شده من خدا. چی کار داری بگو تو؟ ترکیه نره آلمان نره چه کار این مادر از سوخت ازی میگیره مادر خورا ازی. بعد مادر نتونست بره نه روساشون گاو میدوشه. روساشون زیر پا گوار جمع میکنه خاطر نتونست. من که میرم به ترکیه و بر میرم می باز سوخت میگیره. وقت برو برا کاخو وقت برو سوخت از اینا میگیره. من به خونه تمرین داشتم گفتم اول شما صدا کردم که بیاین خودی من تمرین کن. او جیش بخور تا میری چای نخوری. او یخ هم نخور تروشی هم نخور. او جیش فقط یک سر او جیش و شیر بخور. خوب باش. بیا بابا بشینه. بابا خوبی سلامتی؟ دیار جان جون خوش آمده. دیار شکر بابا. لگشن شتن کاکا شکر اونجوره یاره ما مردم بخکل نمیفهمیم بگه ای تاسود بخیل ای تاسود بخیل کم هر چی که فکر کنی. چرا شما چی خبر دارین؟ بابا مرد دیوانه کرده مردم که چرا تو دختر که اجازه ده که خود گیلک برای کشور خارج گفته اختیار خدا دختر من اختیار خدا رو اجازه دادم. کجیر میفهمین چی واسطه زنگ زد؟ نه من چی میفهمم؟ ماستو از اینجا من تا مشت خود من دادم پنجره به پی. چی میگو با؟ بیا آمده با ما و لیلا میگه که گیلک تو زن خودشته اجازه میدی که بره به کشور ترکیه اونجا کنسرت بده اونجا بخونه. با ما ننگیه بعده. بزو چی کار داره؟ باگو تک شما دو نفر نمیفهمین باشه به خسور تو زنگ زنم که بیا ما بزو بگم اون تلنگ داده اصلا بیری کردم. خوب کار کردی چیز بده. مردم فضولن بابا. عوض دیگه فضوله ابا خالت که میشه دستشون به یک لقمه نون درسته. خیر ببینین با زن آدم هنرمند باشه مگر آدم بره اینجا چیز کنه. چه مردم بیعقل چی بگم دیگه؟ همین طور اعصاب من خراب نکردن که دیگه چی بود؟ خیر شما را هم میتونه بعضاب کردن قلمومه. گفتم همه در زنگ زدن که آخر گوشی خود خاموش کردم از دست مردم. همین کجی رسکو
این به سنگ یا گو جب قطر به سنگ گپ میزن کفر بکشیم 1.5 کیلو بیشتر وزنه. میگو تو چیشا خورمی تو مثل گوسالگه بری ابلق میکنه بعد نیمه کاکا والله بچه چکاری که فلان گفته وقت بره مثلا خوب کار کردی؟ به خدا چای نگدشتم بخوره. خوب کار کردی که نقدش نه اینا 5 سال من از 10 سال زحمت کشیدم لیلا هنرمند شدم میخونه حالا به من میگم نرو که بعده به من افتخاره بابا دلار گفتم میاره به من افتخاره بابا روستاشم به من تمرین میکنن روستاشم زحمت میکشن تمرین میکنن بخوندم به اسمتون لیلا خودم جنگ میکنه مور نمایم دلکم ار تنگ میکنه مور خیلی مایم یک عمر چشمرا بدم به درد مبتلا بدم مر خیلی مایم مور نمایم امینم بخونک به اسم خود بابا بس من مگر بگم گیلک قهر میکنه باشه برون که حالا دیگه می در روز کی تمرین میکنم من دیگه اجازه نمیدم که دیگ بار کنه تخونه جاری کنه چای دم کنه من برم شما نه چای نمیخورم من میرم خونه میرم نه کجا میرم خونه میرم بستکیم بابا نه زنده باشم من میرم ببخشید کاکا خصوص شما نمون ذره سرگردون کرده ای خداوند ای کله گنده تبک بار شکل چله بفهمیدی نه من بابا بستکیم نه زنده باشم خیلی انا گیلک به شما چای دم میکنه دیگه هم پخته کنه نه چای نمیخورم گوشی خاموش کن دست مردم بخاطر باشه هرچی میگم بگم